نکته بعدی جزو نکات بسیار مهم در رابطه با ساختار شبکه هستش. در واقع این مبحث جزو مواردی هستش که مهندسان شبکه رو از همدیگه متمایز میکنه و هر چقدر شما روی این موضوع و بحث تسلط داشته باشید، حرفه‌ای بودن خودتون رو نشون میدید. این موضوع در رابطه با روت و STP هستش. مهندسان شبکه باید تسلط کافی رو انواع و اقسام پروتکل ها مثل STP، پر ویلن STP، رپید STP، حتی رپید پر ویلن ST پلاس و MST اطلاعات کافی داشته باشند. در رابطه با مزایا و معایب اون اطلاعات لازم رو داشته باشن و بتونن تشخیص بدن کدوم یکی از اونها برای چه توپولوژی مناسب هستش. به راحتی باید بتونن تشخیص بدن کدوم سوئیچ گزینه مناسبی برای روت بریج و کدوم سوئیچ برای بکاپ و پرایمری گزینه مناسب هستش. اگر به عنوان مثال لینکی به عنوان آلترنیت انتخاب شد در حالی که از سرعت بیشتری برخوردار هستش، از چه روشهایی میتونیم استفاده بکنیم تا اون رو به حالت designated port تبدیل بکنیم تا بتونیم از اون استفاده بکنیم. یا اگر ویلن های مختلفی مثلا 100 تا ویلن 200 تا ویلن توی ساختار شبکه‌مون وجود داره، از کدوم توپولوژی بهتر استفاده بکنیم. در واقع چه روش هایی وجود داره برای اپتیمایز کردن و تیون کردن ساختار شبکه‌مون در رابطه با این موضوع و همچنین موارد امنیتی در رابطه با SCPU اطلاع داشته باشیم که روی کدوم سوئیچ ها باید فعال کنیم. مثلا روت گارد رو روی کجا میتونیم فعال کنیم، BPDU گارد روی چه سوئیچ هایی باید زده بشه، لوپ گارد کجا میشه استفاده کردش. به عنوان مثال توی این توپولوژی به راحتی میشه تشخیص داد که بهترین گزینه برای روت بریجمون و همچنین سوئیچ بکاپمون سوئیچ های لایه 3 مون هستش. البته توی دنیای واقعی انواع اقسام سوئیچ ها هستش که بسته به قدرت پردازش و پرفورمنس سوئیچ ها و حتی توپولوژیمون انتخاب روت بریج متفاوت هستش. همچنین باید اطلاعات کافی داشته باشیم که وقتی این پورت بین دو تا سوئیچمون به حالت بلاک هستش، چه روش‌هایی وجود داره که این پورت رو از حالت بلاک در بیاریم و اکتیوش کنیم و پورت مقابل رو بلاک بکنیم. یا اگر توی این ساختار سوئیچ اکسسمون از سرعت 1 گیگ برخوردار هستش ولی پورت مقابلش از سرعت 100 مگ برخوردار هستش، خب بهتر هستش که لینک 1 گیگ رو اکتیو نگه داریم و از اون استفاده کنیم. چه روش هایی وجود داره که از حالت آلترنیت در بیاد و پورت مقابل به حالت بلاک در بیاد. یا توی سوئیچ های لای اکسس فقط اجازه داریم که از پورت فرست استفاده کنیم یا روی کدوم سوئیچ ها میتونیم از بکبون فرست استفاده بکنیم یا BPDU گارد روی چه سوئیچ ها میشه فعال بکنیم. یا اگر ما توی این توپولوژی بیشتر از 100 تا یا 200 تا ویلن داریم، کدوم یکی از پروتکل ها بهترین گزینه برای استفاده STP هستش؟ خود STP، PV STP، مولتی STP و کلی موارد و نکات دیگه برای اپتیمایز کردن و تیون کردن توپولوژیمون وجود داره. و در نهایت نکته آخر، هیچ وقت در انجام کارتون و انجام پروژه های کاریتون اصول کاری و استانداردهای کاریتون رو فدای افزایش سرعت و به اتمام رسیدن کار یا هر مورد دیگه‌ای که توی ذهنتون هست نکنید. و همیشه سعی کنید الگویی برای همکاران دیگرتون باشید. و این تصور رو داشته باشید که اگر دارید کاری انجام میدید یا پروژه‌ای انجام میدید که اگر در آینده خودتون بهش رجوع کردید یا همکار دیگه‌ای به اون رجوع کرد، اون رو تحسین بکنه.